مدینه غربی برای چی از بلوگری رفت؟ باز شما برادر عزیز گفتید من ردنایم، قدش کو یک دو سخن کنید سبب رفتن از بلوگری مدینه غربی در چی می باشد؟ همین رو کم ترک شما روشنی اندازه کنید. برای زندگیش، برای کودکاش. سبب از ساحه بلوگری رفتنش همین می باشد. شما با این رو خوب میدونید ها؟ بله. برای چی که من در یک نواردم شما گفتید که بجای خواهرم است، من وای رو حرمت احترام خواهرم. سلامت باشید. دوستانی عزیز، با کسانی که رکلام لازم باشد از حساب جانب رژیسور یگان شرکت ها، یگان مغازه های نو شدگی است، یگان فابرنیک، اتمی، فقط کنکرت آدم ها در صحیفه من دلیست که من مراجعت کنم. خودم رفته بلوخ میسانه خشت و رکلام کرده در صحیفه ها میگذارم. اویدی رکلام دلیست که من مراجعت کنم خشت رو همکاری میکنم. مثلا از سیقتن من رکلام میکنم در صحیفه ها میگذارم. سلامت باشید. یا شقمه تیاری را بکیره دیدی؟ تیاری را برای زنکه مقصد گفتیم جور یک فسون کنم رومانتیکا کنم آنقدر رسخات کلام نداره نه که دل زن شاد میشوه. ماشاءالله خرسن میشوه زنکم جور یک فسون کردیم زنکه باید روز بیاریم ایخونه او چشم یک سورپریزش میکنیم. منم خیاد بگیرین مردکو جونی کنی گکنین ای سر زوب کشی دسته یک رس خودن میکنیم خوش به حالی زنی همی خودت بگفتی که بخابشا با مقابلم شا چه خیلی دوست آقا خودت گفتی که بخاب ما بخابم ما گوسفندی خانه را گفتم گم شده بود همسایه یافتهاش همسایه را گفتم با قپش حازمه میام نگرزه با بخشش بچه جون من نفهمم اما توالت گفت دستم تو من ندستم لپس بابا لبای بچه همسایه میگه که یک به یک بزنه اجازه میدی براغش یک به یک بزنه یک به یک نمیزنی راوی یک به یک زن یکی جانجال نکو